با نام و یاد خداوند بزرگ. دوستان عزیز سلام، امیدوارم صحتمند و سلامت باشید. من حمیدالله مرزایی هستم، در خدمت شما هستم با یک ویدیوی آموزشی دیگر. در این ویدیو من فعالیت عملی را در قسمت اندازه‌گیری کثافت مایعات در نظر گرفتم که برای اجرای از فعالیت ما و شما با مواد و وسایلی که ضرورت داریم عبارتند از یک پایه سلندر درجه دار، یک مقدار آب، ظرف برای ذخیره آب و یک پایه ترازو. روش کار چگونه است؟ برای محاسبه کثافت اجسام، کتله یک جسم را در فی واحد حجم آن دریافت می‌کنند که توسط رابطه D مساوی M بر V که در این رابطه D نشان دهنده کثافت، M کتله و V حجم را نشان میده. اینول به خاطر از اینکه ما و شما بتانیم کثافت آب را که ما در نظر گرفتم دریافت بکنیم، باید ما و شما کتله و حجمش بشناسیم. آب ما به خاطر رنگ ساختیم که در جریان اندازه گیری ما و شما بتانیم سطح اندازه گیری را به شکل واضح دیده بتانیم. شروع کار ما و شما با اندازه گیری کتله سلندر آغاز میشه. با خاطر از اینکه ما و شما بتانیم بعداً کتله مایع را در داخل سلندر محاسبه کرده بتانیم یا از روی کتله سلندر دریافت کرده بتانیم. ما اول کتله سلندر را دریافت میکنم با استفاده از ترازویی که در دسترس داریم. ترازو را روشن میسازم، میمانم تا حالت صفر بر خود بگیره، سلندر کتلش پیدا میکنم. سلندر ما و شما یک کتله 229 گرم دار است. وقتی کتله سلندر پیدا شده را یادداشت میگیریم، میریم طرف اندازه‌گیری حجم و کتله مایع. بر اندازه‌گیری حجم ما یک مقدار معین از آب رنگ شده را در نظر میگیرم که برای از این فعالیت ما و شما یک حجم 210 میلی لیتر از را انتخاب میکنیم. مایع را در داخل سلندر اضافه میکنم، اما متوجه باشیم که برای دقت اندازه‌گیری حجم وقتی ما و شما 210 میلی لیتر در نظر گرفتیم، خط 210 میلی لیتر در جریان اضافه کردن مایع با چشم ما و شما در یک زاویه قرار بگیره تا اینکه ما و شما یک اندازه‌گیری دقیق داشته باشیم. ما مایع را اضافه میکنیم تا نزدیک 210 میلی لیتر و بعداً با احتیاط پیش میریم. فعلا ما و شما یک حجم 210 میلی لیتر از این مایع را در اینجا داره. وقتی حجم پیدا شد، حجمم یادداشت میگیریم که 210 میلی لیتر است. میریم کتله مایع را پیدا میکنیم. برای دریافت کتله مایع سلندر و مایعی که در داخلش قرار داره این را روی ترازو قرار میدیم. مایع و سلندر یک کتله 437 گرم نشان میده. اینول به خاطر از اینکه ما و شما بتانیم کتله مایع را پیدا کنیم، از کتله مجموعی سلندر و مایع یعنی 437 گرم کتله سلندر را کم میکنیم که بود 229 گرم. هرگاه ما و شما 229 را از 437 گرم کم کنیم، یک کتله 208 گرم در اینجا باقی میمانه که این کتله 208 گرم نشان دهنده کتله مایع است که در داخل سلندر قرار گرفته یا کتله 210 میلی لیتر آب است که ما و شما حجمش اندازه گرفته. اینول به خاطر اندازه گیری کثافت میره قیمت هایی را که ما و شما بر کتله و حجم دریافت کردیم این را در رابطه کثافت محاسبه میکنیم. یعنی D مساوی M بر V، جای M 208 گرم نوشته میکنیم، جای V 210 میلی لیتر. هرگاه ما و شما 208 تقسیم 210 کنیم، یک عدد اشاری 0.99 بر ما و شما حاصل میشه و واحد کثافت هم گرم بر میلی لیتر. بناهن 0.99 گرم بر میلی لیتر کثافت یا آب را نشان میده که ما و شما در اینجا انتخاب کرده بودیم. این به این مفهوم که هر میلی لیتر از این آب یک کتله 0.99 گرم دارست یا هر 0.99 گرم از این آب یک حجم 1 میلی لیتر بر خود اختیار میکنه. متوجه باشیم که کثافت
آب با تغییر درجه حرارت متفاوت است. هر قدر آب درجه حرارتش بالا میره کثافتش کم میشه. در حقیقت کثافت آب خالص به حرارت 4 درجه سانتیگراد 1 گرم بر میلی لیتر است. اما کثافت آب را که من در نظر گرفتم آب خالص نیست، در ضمن درجه حرارت اتاق از 4 درجه بلندتر است. بنابراین کثافت یک مقدار کمتر از یک بر ما شما نشان میده که است 0.99 گرم بر میلی لیتر. امیدوارم فعالیت را که در نظر گرفته بودم براتان واضح و مفید بوده باشه. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.